جنگاور تو هستی. زنده بودنت را میدانستم. تو کی هستی؟ تو کی هستی میگویم؟ من تو رو نمیشناسم. تو مرا از راستی نشناختی. نه نشناختم. کی هستی تو؟ در حقیقت باوری داری که مرا نمیشناسی؟ نه تو رو نمیشناسم. از کجا شناسم تو رو؟ اولین بار میبینم. هم از بالای نقاب چخیر شناسم. جنگاور و آن آدم یکدیگرشان را میشناختند. هر دویشان را زنده میخواهم. خوب شد است جناب. مرا از همه خوبتر تو میشناسی جنگاور. هم تو رو هم دوست داشتت رو میکشم. چرا از پسی اژدها هستی؟ در اصل تو چرا از پسی او هستی؟ و تو یک چیز میگویم، اژدها را با من گذار. او را من میکشم. آدم کشی کاری درست نیست. هر کس فهمش خود را دارد. جان را با جان، خون را با خون میشویند. اژدها را اونجاست. نهایت تو را یافتم اژدها. جنگاور 2 سال در کجا بودی؟ تو را بسیار یاد کردم. به شرف ترسانچک منتظر نمایان شدنت بودم. که ترسو است معلوم شد. تنها نامده ای کو در برات باز یک رفیقت را آورده ای. باز تو کی هستی؟ اجل تو هستم.
جناب کمال سیاه هم همینجاست. دختری نقابدار همینجاست. آنها را گذارید. هر دوی آنها را با مکان خودمان برید. جنگاور اینها را با تو میگذارم. من از پس اژدها میروم. همه کس از قفوی لیویده اوخی زوبای. Tu boz kesdi. Kani gapsan ayudan. Polis! جنگاور میدونستم که تو زنده هستی. پلیس! اونها را از دست ندید. کمان چکار میکنی اینجا؟ ای به عقل کنی پایان فرا. این رو هم برای محکم کنید. پلیس اینجاست. در حال باید رویم. به هیچ کجا نمیروم. تو به اینجا برای پیدا کردن آدمی که فؤاد گلینالو را کشته است دعوت کردن. نه از پس جنگاور شدنت. در حال باید رویم. چی خیل میابیم؟ حتی خودترین ایزه نیست. انا یافتم. فؤاد گلینالو را من کشتم. عادل شما را نیز به نزد او میفرستم. تو جان دوست داشته مرا گرفتی. من باشم حالا جان تو را میگیرم. پلیس! شاید نجوم! رویت را گردان. رویت را گردان. نقابت را برار. نقابت را بکش. نقابت را بکش. بلا زند. ای کمال بدبخت، رنگ کک در همه جا پیدا میشه. اینجا چی میکنی؟ برای کشتن او اومده بودم. یه بس کمی کروتا شاگرد دستو شبک شو. بلد در ماشین بشی گرنگ نکن. من آمدم همکار. آمدی خوش آمدی. اژدها را دیدی؟ دیدم ولی او از دستمان گریخت. بلا زند. بود جنگاور همینجا بود. او زنده بود است. میدانم همشان را دیدم. دختر نقابدار هم اینجا بود. یک نفر دیگر هم بود. لباسی سرخ داشت. بله قهرمان. او را هم دیدم همینجا بود. تو در کجا بودی؟ گوری پلیسا رو نگرفته چرا با اینجا اومدی؟ باز تنی تنها. اژدها میدونسته است که ما با اینجا میآییم. با ما دام گذاشته بود. اگر جنگاور و آن قهرمان نمی بود من میمردم. میدونی؟ انا همان کمیسره که از پست از همین آدم است. از پلیس تماما پروا ندارم. من جنگاور و آن آدم را میخواهم. حاضر در حال به نزد گروه میرویم. رفتیم. اقلا اینجا در نظرم ننمو. کمیسری بیشرم. تو کجا غیب زدی؟ در کجا بودی؟
همکار نقل کردم. آخر چی رو نقل کردی مراد؟ بیا روی. اژدها در کجا است؟ ایوینت نگاه کن. اژدها در کجاست؟ یه در رنگ رو اژدها در کجا است؟ دهانت رو کشا. اژدها در کجا است؟ گذار من مگاب میدم. آرام شو. مراد دستم رو سر ده. اتاقت میرم. شود آرام شو. آرام شو. مراد سردی من. مراد سردی دستم. همکار آرام شو. این خیلی نکن. ایستا. مراد بس که سری لیوه این فیروز حرام شد. آرام شو. میجشتانه نشوه. تو با اتاقت میرم. آرام شو. با اتاقت میرم. کپت دود کدگه بدبخت. ولی لیوه خطی بازی داری ها؟ راو. این بدبخت ها کده که من کمیسر زبایدم. از رفیقم ملال نشو. میخواهی ادوکاتت رو دعوت کنی؟ میخواهم. چخیل؟ میخواهم گفتم. هی! باز گپ بزنی! اگر مردن نخواهی گپ بزن. گپ زن! قسم خورم که نمیدونم اژدها در کجاست. التماس برا نکش. افلاس. ما تو را برای چه دعوت کردیم؟ برای پیدا کردن قاتلی فؤاد گلن اغلو. تو چی کار کردی؟ از جنگاور قصد شخصیت را گرفتن خواستی. تو را برای این دعوت نکرده ایم. پروا نکنید، من از پس کارم هستم. گلن اغلو را این آدم کشته است. این کیست؟ قهرمان. ببخش مرا همکار، به تو باور نکردم. جنگاور و اژدها در حقیقت زنده بودن، ولی بعضی چیزهایی است که نافهمه است. آخر جنگاور از پس اژدها است، چون که میخواد انتقام کلتکیلش رو گیرد. دختر نقابدار و اون قهرمان بود که بود نمیدونم. چرا از پس اژدها هستند؟ مراد بخشش و اکیونل در این کار زوری بد بود. برای اینها را فهمیدن باید آنها را دستگیر کنیم. این کار رفته رفته مخفی‌تر شده است داستان کار. ببین، جنگاور و اژدها رو فکر میکردیم که مردن، ولی زنده هم. نقطه. خوب کلتکل است چی؟ او هم زنده است میگویی. اگر زنده باشد چی؟ با فکرت آدمی که امروز دیدیم کلتکل شده میتواند؟
قهرمان ممکن کرتکیلس باشد. چرا نباشد؟ قهرمان کی است؟ در دست ما تنها یک معلومات داریم. آدمی هست که در گذشته دوست داشته‌اش را کشته. با امر گروه زن یک آدم تاجر را کشته بودند. دختر دوست داشته یک کارگری امنیت را کشته بودند و دوست داشته کیلس را هم کشتند. تاجر به خارجه گریخت. کارگری امنیت از بین ناپدید شد. کیلس هم مرد. این خیلی باشد این آدم کی است؟ شاید کیلس نمرده است. دیدی در مسئله جنگاور راست گفتی، نمرده است. اگر کیلس نمرده باشد پس قهرمان کیلس است. کمال تو در اینجا چیکار میکنی؟ در حال از اینجا رو، زود باش. مرا گوش کن ملیس. رو با تو میگویم. تو رو رها نمیکنم، همیشه در برم میشم. رها کن مرا. آخر چیکار میکنی؟ رها کن. کمال مادر چیکار میکنی اینجا؟ مادر تو چیکار کرده ایستاده؟ تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ اگر یک باری دیگر این دختر را ناراحت کنی پیسرم نمیگویم تو را میپرانم. پس حاضر پرام پدر، من همیشه در برای این دختر میشوم، محافظت میکنم. با تو باورم نمیآید. بهتر بیا گیرو ببینی. گپای زده ات رو گوشت میشنود ها؟ تو کی را محافظت میکنی؟ کی را از کی محافظت میکنی؟ از هجدهاری سرخ. چه؟ زنده است، با چشمان خودم دیدم. در اینجا چی گپ است؟ تینجی است؟ پسرم آن اژدهار سرخی ابله زنده بوده است. درست هستین؟ زنده است پدر. باورم نمیآید. همون رو میکشد. همون رو میکشد. یگون واقعه روی داده است؟ هیچی نیست زینب جان، خاطر نشوید. چه جای خاطر شدنش نیست ها؟ وای اژدهار همون رو میکشد. همون رو میکشد؟ کی میکشد؟ اکا پدر جان نمیترسم. ملیس جانم، ملیس. مادر اگر باز به ما حمله کنه چی؟ تو پروا نکن پدر، من اینجا هستم، با شما چیزی نمیشود. شما درباره کی گفته ایستادید؟ کی رو میگوییم باز؟ اژدهار آخر، آدمی که زهره را به قتل رساند. اژدهار؟ چی بترسید؟ شما را اینجا من محافظت میکنم، هیچ کس نمیآید. آخر وای زنده بوده است؟ چه خیلی زنده مانده است آقی پدر؟ نمیدونم پدر، تفتیش کرده شده. پدر تنها اونه، جنگاور هم زنده است. جنگاور هم زنده است؟ با چشمانم دیدم. اگر جنگاور زنده باشد کرتکیلس هم زنده است. پس وی ساختگان هم زنده است. سلام علیکم کمیسر مراد. علیکم سلام هجری. با خیر است انشالله. یگان چی شده است؟ نه، در راه پایم چپ گشت. خدا شفا دهد. رحمت، خدا راضی باشد. با تو چی شده است؟ من وای آخر در راه افتیدم، دستم لط خورد. با دقت باش آخر. خدا شفا دهد. رحمت، خدا راضی باشد. خیر، مرحمت گذار. بفرمو. نه استغفرالله، اول تو گذر. بفرمایید کمیسر. تو بگذر برادر هجری. بخشش فراموش کردم، هوشم در سرم نیست. مهم نیست.
марҳамат. Гузар. Ман аввал. Гузар. Майлаш. میدونستم که زنده هستی جنگاور. تو را دیده بسیار خرسند شدم. عجبا کی باشی تو؟ کی باشد این قهرمان؟ مرا از کجا میشناسد؟ تا انتقامت را نگیرم نمیمورم عزیزم. به تو قول میدهم. کی باشد؟ ای بچه کمیسر هوی کو؟ آخرش شاکد اوف. ای بچه من عصبی نکن. چی من نمیک شویا؟ اینجا چی گپ است ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید؟ باید نماما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم. در صبحی بر وقت آمده از کجا میدونم؟ اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میفرماده. میگم من برادر من نباشه که زنده ام. کمیسر لطفاً بگویید که او زنده نیست، چون که اون دیوانه اگر زنده باشد علی از پس من میشود. کمیسرم لطفاً گویید که او زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه ترا من جوابش میگم. لطفاً گویید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که اوز عصبم ویران میشود. روش کن شاکر مرا گناهگار نکن برادرم. او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. بیگزار نابود است. حیوان مترشم برا میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمیره. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان رو میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دونم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ اما که قهرمانش میگن مهر ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس در گوشم آستک بگو. زنده می بود. روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادری من بود، برادری نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود، ولی از سبب اونی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را کمی گفتم از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهگار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیل باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبره تر پاره میکنه. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کاروبار میگریزید ها؟ کنانی من سلام. کلتا کلاس زنده ای. چه خیل زنده است پسرم؟ کلاس مرد. اگر زنده می بود چه خیل می مرد؟ جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. بله کلتا کلاس چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ رو برای کلتا کلاس زنده ای. آخر میگوید ممکن است زنده باشد. امروز روزی نامزدی دخترم هست، ولی با کورها نگاه کنید باورم نمی آید. اژدها زنده بوده است. با این حال باز فکری نامزدی کردن رو دارید؟ با من گوش کن. اژدها زنده هست گفته نامزدی نمی کنه مگر هر چیز زودتر خانه دار شده رود. دختری ببختی من هر چیزی که به سرت آمده است از پشت کمال سیاه آمده است. با اکای من چی دخل دارد؟ تو خاموش باش. باز پشتی اکای او باشد را میگیری ها؟ از پشتی اکای تو دختری من قریب بود که میمرد.
همش از پشت او شد. آرام شوید، کسی به شما کاری نمیکند. من اینجا هستم. یعنی من گفتم میخواستم که کمیسر زوبید اینجا هست، ترسیدن لازم نیست. بله خانم زینب راست میگد، من اینجایم، از یگون چیز نترسید. اپا چی میگویی؟ با فکرت زینب از اکام زوبید خوشش میآید؟ چی علاقه دارد دختر؟ همه در فکری چی هستند؟ تو در فکری چی؟ نه به فکری من زینب نسبت اکای زوبید چشم دارد. چشمش را میکنم، فهمیدی؟ بین هم چشم او در بالای کمیسر مراد است. چی؟ کمیسر مراد گفتی؟ دخترم زینب، جای ترسش نیست. آخر تو برای ما امانت هستی دخترم، ما حافظتت میکنیم. هم کمیسر مراد اینجا هست، او تو را محافظت میکند. تو به شوهر هستی دخترم، او باشد بیزن. منم این خیل هم خوبم رحمت. با اجازت شما. بخیر از دخترم، با کجا می روی؟ من به جستجوی کار می روم. بیکاری ایستاده نمیتوانم، باید کار کنم. کار کردن میخواهی؟ میموری یک دهن گپ گویی. چه خیل کار میخواهی؟ وای پیش از اینجا اومدن من کافه داشتم کار میکردم. کافه؟ کافه گفتی؟ یعنی قهوه خانه؟ ای دختر بختت بلندی کرد. در محله یک مردک قهوه خانه اش را به اجاره میدهد. آن را برای تو میگیرم. چی؟ البته جانم. خیز زود باش، باز آن را یگان کس پیش از ما نگیرد. خیز زود باش، زود باش دخترم که از دست دادنم ممکن. ازمی؟ تولین جان شیرینکی من، تو کارهایت را خودت کردن گیر میلش، من زود میایم. بیا تیر سرایم که دید میکنیم. شد تمام. بچه جان او اژدهاری بدبخت زنده بوده کو؟ اوچه جان آرام شوید، خودتون رو به دست گیرید. او چخیل آرام شم بچم، او هم مرا پورا کرده میکشته کو؟ کی را میکشته است؟ کوی جبی و یا بین مرا کشته میتونه؟ چیکار کرده میتونی آقای سعدی؟ او شمشیر داره. اوچه جان در پایان کمیسر مراد زندگی میکند، پروا نکنید. اوخی بچم چخیل پروا نکنم، من میترسم اوخی. حسیت تو حضیر ای سر فکری اجدور پجدور را پرتو. ما این سیرم دیوانه را چیکار کنیم؟ تو باید ایمون بترسی. سیرم دیوانه؟ برای چی این موضوع رو باز کشیدید؟ ای بای من میپرسه برای چی من این موضوع را کشیدم. بچه می تو زیباسنمی ترکیه در خوزگار نیستی با جایگاه ها را بخشد. ایجابی های قوطه میکنه. ای آقای سعدی چی میگه؟ اگر جیانم بشنوه بسیار زیغ میشوه. بسیار زیغ میشوه؟ چیش نمیشوه؟ حال استانبول بیایه بعد قوطه نمیکنه. پدر چه؟ نگفتید این خیله؟ کی را در کجا چی خیل؟ آخر نگفتم، میگفتم هم چی میشید؟ ای پدر اگر سیرم دیوانه شنود اینجا رو چپه میکنه. او چه؟ تو حاضره هیچ چیز نگفتم، نه که تو نسبت گواره بخشت خطا کرده سودی. چی این خیلی نگاه میکنی؟ اکا من دیگر کاری ندارم که با سیرمی دیوانه زنگ زدم میگویم که اکام رفته سنم را خواستگاری کرد. من هیچ چیز نگفتم. قسم بخور. من با کارهای نادرست قسم نمیخورم. بچم دیوار گوش داره. انشالله
دیوانه نشنیده است. همینجا ایسته. شما گم شوید. رقصیدن نوبتی ما. بچه ها گوره زدی سایرمی دیوانه است، همه را میپراند. بیایید. بیا بینواز. اپای سایرام، با تو یک چیز رو میگویم ولی عصبی نشو. چی میگویی باران؟ اپای سایرام، گوهر بخش تو از کو در استانبول هجری؟ هجری؟ با او چی شده است؟ وای چی؟ گوهر بخش تو با خواستگاری زیبا صنم ترکیه رفته است. ایستد. چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ ما حیران شدیم در جایی که تو ایستاده با زیبا صنم ترکیه خانه‌دار میشده است. هجری تو تمام شدی. لعنت کند. زود با من یک چیپته هواپیما با استانبول گیرید. این مسئله ننگ و ناموس است. حاجت به تأخیر گذاشتن نیست. بنفشه، پدر، اوچه، گوش کنید. اگر شما نگوید هیچ کس نمیگوید. من با وی سیرمی دیوانه از کس خانه‌دار نمیشوم. هم خودتان رو خسته نکنید. من با سنم خانه‌دار میشوم. کسی را که میخوایی گرفتم بگی. برای تشیده سر و گرنگ نمیکنم. الو سنم؟ هجری؟ درست است؟ چی درست است؟ اژدها زنده بوده است. بله سنم، زنده است. خدا لعنت کند. باز برای کشتن هر دویمان نآید. نه ترسانم. با اذن خدا وقتی که من با تو باشم هیچ کس تو رو نمیکشه. هجری، در حال تو رو دیدنم لازم. تمام سنم، در همون کافه و میخوریم. تمام. من میروم. کجا میره بچم؟ اوخی نهاری تا نخورده. با همون دهنه را دیدنی میره؟ بله پدر، با نزدی سنم میروم. رفتن گیر. ولی همون سایران دیوانه بیایم بعد روسا میبینی. بچم هیچی نخوردی. ایشه در کسات بگی. هیچی نخوردی. بگی بعد میخوری. نه سفره تا کجا را میره کبی نمت؟ نه برا اوخی. پدر چای. خرچیش میگونی دیوانه را. یا چو امروز. بیا دختر جانم، بیا راه کرد. انا قهوه خونه در همینجا هست. بیا دختر جانم، بیا. بسم الله. انا دخترم، اینجا همش از آن توست. از این روز اعتباراً صاحبی این مکان تو هستی. اینجا 3 آشیانه هست. در بالا 2 قبت، در پایان تا خانه موجود است. در آنجا دیگ و طبق، قاشق و همه چیز هست. ببین حتی مشقفک هم هست. آنجا بیل هم هست. نگر چی میخواهی دخترم؟ این کاغذه اینجا میکنیم. تشکر میکنم جناب. جمعه مبارکت باشد. ای وای، به دست دیوانه افتیدیم. باید یگان کار کنم. ها بین، مشتری هم آمد. میتوانی کار را سر کنی. عشقم؟ ها بله، آخر ساعت 5 میخوریم. از اونجا با دل خوشی میرویم. البته که میرویم تا صبح خورسندی میکنیم. البته مگر تو دوست داشته من نیستی؟ بله من هم تو رو بسیار دوست میدارم جان. آفیس تو کی را دوست میداری؟ کلمه من ده. تو مگر شرم نمیکنی ها؟ ای خدا، نمیترسی از زنک؟ تو میخواهی که خانه یک عائله را ویران کنی؟
بر ذات تبری زنک نند نامعقول کردی دیگر زنگ نزن من این بچه را آیلدار بکنم الو بی تربیت با تلفن خاموش کرد بد اخلاق مگر من به تو نگفتم دختر بازیت را بس کنی فلاس جناب عظمی خطا فهمیدید آخر دوست داشتم است آخر دوست داشتم در نزد زینب عیب را نمیدانی با او چی عیب می شود آخر من با او چی کردم آخر او کار را نه سر کرده است میخواهد زندگیش را پاکیزه و حلال بسر بند تو احمق باشی الو عزیزم بله من کافی رو محکم کرده بعداً با تو میخورم البته جونم شد عشقم من هم تو رو کنی مامانته الله گوش کن بد اخلاق یک بار دیگر اگر به همین دختر زنگ زنی دهنت بشکنم فهمیدی گوش کن ای بی عقل دیگر زنگ نزن این دختر در نکاح من است فهمیدی الله دیدی ای ترس تلفن نکش دیدی بی عقل دیدی کوالی پیدا کرده است نگفتم که هم دختر صاحبی کن با من چی آخر نه جناب من با دوست داشتم دمتبگی من با تو نگفتم ای بچه که همه دختر صاحبی کن آخر جناب عظمی پیدا کرده باشد به من چی خدا به صاحبش نصیب کند البته که اگر پشیمان نشود چی ها گفته ایستاده تو خدا به صاحبش نصیب کند ها خوشبخت باش جانم خوشبخت باش از راستی دلم به دوست داشتد میسوزد که مثل تو کنده بر این آدم رو همراه هست چی کنده در اصل دوست داشته خودت کنده است کنده میگویدی با مثل دوست داشته من در دنیا دیگر جنتلمن نیست تو با دوست داشته بیزیبی خودت نگاه کن روی بیزیب بوده است تو مگر دوست داشته مرا دیدی بیزیب میگوید آخر با تو بر این آدم یک جا است میخوایی که زیبای دنیا باشد با فکرم تو با آینه هیچگاه نگاه نکرده ای بسیار پیشروی خوب بچه ها بهترین هستید انا همین خیر عشق بزرگ از نفرت بزرگ آغاز می‌یابد رسمی دوست داشتد رو نشان بده چرا نشان میدادم تو نشان بده رسمی آن کنده ات رو لطفاً رسمی دوست داشتد رو نشان بده نه نشان نمیدهم تو با من نشان بده تو نشان بده من باید رسمی دوست داشتد رو بینم تمام جوانان تمام شما صحبتتان را دوام دهید محبتتان زیاد میشود من باشم به مسئله نامزدی میروم دخترم زینب میدانی چیکار کن برای کمیسر مراد یک صبحانه خوب آماده کن خب میگویند که اگر خواهی دل مردک را یابی خوراک‌های بالذت بود پس مراد جان دخترم زینب برای تو امانت معلوم شد که اژدها زنده است دخترم را احتیاط کن در رسم خودش شما ویزر کند از این پس صاحب این قهوه خانه دخترم زینب است تو هم آدمی بیزن هستی در خانه کسی نیست که برایت خوراک پزد اینجا آمده سحر نصف روزی بگاه خوراک بخور زینب از مراد پول نگیر در دفترچه در نام من قید کن مرا فهمیدی شد جناب عظمی زود آمده خوراک میخورم آفرین بعد رفتم خیر تا وشتی مایل خوب چیکار کنیم یک صبحانه میخواهم گیرم اگر زهرآلود نشویم نیست کلچه قند اینش هم نیست این خیلی باشه سمبوسه گیرم چی گفتم که نیست نمیفهمی اینجا چی دارید ها زهر است میخوری چی حاله که داری ببین فهمیدی چی حاله که داری ببین من میروم برای کار من میروم خوب شد که رفتی با این ابله که یک جای میشود ها این چی گپ است نه به این هم به سرم یک قطور بلا است دیگر دروغ نیفتم که این رو گفتم خوب شد اینجا به خونه نزدیک است برای من خوب شد یارای وضعیتی تو مشکل تر می نماید درست میگویی حقا گوش کنید عزیزان بچه ها میگویند که همون قهرمان و همون کلتکلس بوده است خدایا توبه بله این میشود مگر کلتکلس مرد کن یعنی خدا که نمیخواهد نمیکشد آخر شما باز از کجا برآوردید که او کلس هست و اژدها رفت کو او خواست اژدها رو کشد من هم رو کشتن میخوام بعد من هم کلس هستم اگر این خیلی نگاه هم خدمت ممکن است که کلاس زنده باشد ببین
اژدهار با جنگاور زنده بوده است. چی؟ یعنی نافایشان رو یکی بریدن مگر؟ آنها زنده است گفته باید او هم زنده باشد اکرام. عجیب کو. همین خیلی بیاد با مزه بود. وقتی تیار کردن من اهمیت میدادم. اساساً قدیه ولی با مزه کردن هر گونه خوش بگویم استفاده میکنم. اگر درست گفتم اصلا خوبی ترکی رو کجا شدی آخر هجری؟ زود بیا آخر. حبیب رقیبش رو خوب لطفوب کرد ها؟ همین خیلی. تو گونه شنیدی که آسیا پسرش رو با زیباسنم ترکیه نمیداده است؟ با کی میداده است؟ هجری گهواره بخش داشته است با او میداده است. مگر هجری سنم را دوست نمیدارد؟ هجری گهواره بخشش رو دوست میداشته است. آسیا همین خیلی گفت. سنم او رو جادو یا چیکاری کرده است؟ من او را جادو پادو نکردم فهمیدی؟ هجری من را دوست می‌دارد. خوب ولی آسیا این خیلی نمیگوید. بس کن با همان آسیت. اگر باز یک بار دیگر از پسم غیبت کنید این محله رو میسوزانم. هوشت را به سرت گیر. شوکتی یعنی نقشت خوب است 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسایمون دیگر نمیشناسند. اباشه تو زیرا ما رو باور نمیکنیم. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسنده هستم که. چرا خرسندی؟ برادرم کلتکیلس میگن که زنده. حاضر همین خبرم میبرم در عروسک میرسانم. شوکتی بس کن کلاس گویت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختر او میدرویم. تو چی خودم میترسون چکی عزمی بازی ما نداد زینا پای را هوی که ما برام. اما فرمان نده. ایگه پکم که بردار. صدایت رو نبرار. از همون وایرون شده تلفن‌های دختراشو گرفته. راستی گپ خودم نمیفوری که مو تلفن بگیرم. یک طرف به سمی بخواد. زود برو فسمو. صبر زیاد کردیم تمام. اما شدی اونگی نکو؟ همین رخشو بخوام نقلتون بو. سلام علیکم. توبه کردم با کلا نمیگیرد. قیل نمیشود. عجیب. آخه تو شما نشود درخت نمیجورد. توبه کردم. آدم‌ها بیرده نمیگویم. هیچی هم آمد. روبی موقع رو برم نمیکرده بودم. خیلی خوب. شوکت؟ نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش. تو داری اینجا چی کار میکنی؟ عشقم یگون کس پیش رحم ما رو نمیگیرد. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شدیم و اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمده؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدر سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاق در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم و کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه رو میکفونیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کت میکفونم. کیه؟ پدر آچه جان ایادتان سخت لعنتی ها. شوکت شدی کنی پایان شب لعنتی بدبخت کنی اینجا بیاد تو چی خواهد رو قصد کنی نزدی دختر حیوان بیایی نمیم اینجا بیا حیوان زمین کار میکنی؟ هیچ چیز نشده است شوکت بپر این بیا خرمای بلندی چی خیمه پرم لعنتی ها بخشش بپرسم از شما دستم را گیر بگویم گرخته خیر ایسته دل ناموسا وقتا کجا بگورزد ایسته ایده اونا اکجا کامت مدهجه این نگورزد ایسته بگویم نگورزد ساختکار ها این مردک ما همین دختره تو را به آب رو گریفتنیم ایستیت در کجا باشد این دختر؟ در کافه نبود. باز تلفنش خاموش است. سنم در کافه نبودی تلفنت خاموش است. سنم چی شده است؟ آخر سنم گپ زن چی شده است؟
боз мепурсӣ а ҳиҷрӣ? ту рав аз модарат пурс. ба ҳама гуфтааст ки туро ба гаҳвора бахшат хонадор мекунад. туро ба ӯ медодааст. не охирин хел нест тухмат аст. модарам ин хел нагуфтааст. дуруст гуфта истодаи михел не ҳиҷрӣ? ту аз аввал бо ман не, балки бо он гаҳвора бахшат хонадор шудан мехостӣ. барои ҳамин маро 2 сол аст ки манъ кардаӣ. чӣ ай? бас кун, гӯё ки чизеро намедонӣ. ба ту бо гаҳвора бахшат хушбахтӣ мехоҳам иҷрӣ. ногуфта намона, ман туро дӯст медоштам. санам, сафсата нагӯ. ман танҳо туро дӯст медорам ва танҳо бо ту хонадор мешавам. нее, ту рафт бо вай гаҳвора бахшат хонадор шав, фаҳмидӣ? бе ин ҳам оилаатон мехоҳанд ки ту бо ӯ хонадор шавӣ. ман танҳо туро мехоҳам, туро. гаҳвора бахшамро не. ҳиҷрӣ, бо ман хонадор мешавам, хел не? ба ман қавл бидеҳ, ту маро фиреб намедиҳ, хел не? охир 100 бор ба ту қавл додам санам. пас дигар дар бораи он гаҳвора бахшат асло гап намезанам, фаҳмидӣ иҷрӣ? майлаш, вале гапро ман сар накардам ки. ту қавл бидеҳ, охир қавл бидеҳ. қавл. он гаҳвора бахшат дигар ба ҳаёти мо намедарояд. ба фикри ман, агар ҳардуямон ҳамфикра бошем, аз ӯдаи ҳамаи кор мебароем. шуд ҳамин хел не охир? тамом. ин хел бошад оштӣ мекунем. бин ин ҳаракатҳои девонара бин. чӣ гап аст ҳамкор? қотили фуад гулиноғлуро ёфтем. кӣ будааст? биё ба чашмои билиқат бибин. қаҳрамон будааст. худи худаш ба дом афтид. ин камера аз ҷои ҳодиса бисёр махфӣ буд. аз пасаш изе нагузошта буд, вале ин камераро надидааст. ба фикрат ҳама ин чӣ маъно дорад ҳамкор? ҷанговар ва аждаҳор 2 сол пас ба майдон мебароянд. ин қаҳрамон ҳам аз паси аждаҳор аст. аҷиб нест? 2 рӯз пеш бошад фуад гулиноғлуро мекушад. қаҳрамон чаро фуад гулиноғлуро кушт ва чаро ӯ аз паси аждаҳор аст? парвандаи фуад дар дастамон аст. мехонам, аз назар мегузаронам, вале ҳеҷ ҷавобе намеёбам. яъне зинда будани аждаҳоро ва ҷанговаро ҳамеша ту мегуфтӣ. ба ин саволҳо аз ҳама ҷавоби дуруст ту медиҳӣ. ҳаҷура? ба куҷо? барои ба саволҳо ҷавоб ёфтан меравам. аз ман чиро пинҳон мекунӣ, комиссар мурод? вай одами қаҳрамон. туро албатта дастгир мекунам, қаҳрамон. зайнаб ҷон, такроран муборак бошад. иншоалло фаъолияти инҷоро бисёр хуб мекунӣ. ташаккури зиёд, мелис ҷон. хайр, имшаб ту номзадӣ дорӣ? дар ҳаяҷон ҳастӣ? бале, напурс, аз ҳаяҷон мемирам. иншоалло камол ягон кори девонагӣ намекунад. бахшиш, ман инҷо ҳастам. ором бош. нафаҳмидам. боз он аждаҳор гуфтани девонаам ҳаст. бояд дар назди ту бошам, туро муҳофизат кунам. як дақиқа. ҳеҷ чизро нафаҳмидам. яъне ту маро чӣ хел аз аждаҳор муҳофизат мекунӣ? яъне дар муқобили аждаҳор чӣ кор карда метавонӣ? мелис ҷон, ман дар ошхона коре доштам, зуд дида меоям. хуб, ин ҳам бисёр одами аҷиб будааст ку? аҷиб аст. мелис, бояд суҳбат кунем. камол, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? охир маро каме ором гузор, лутфан. гӯш кун, байни мо ҳеҷ чиз шуда наметавонад, мефаҳмӣ? роҳҳои мо гуногун аст. ин номзадӣ намешавад, мелис? албатта мешавад. лозим шавад туро медӯздам.
تو هم بسیار گفتی، کافیست. ایستا صحبت کنیم ملیس. دستم در کرد، رها کن منو. چی کار میکنی لعنتی؟ لعنتی؟ راهزن، از کفر اومده ای تو مگر؟ باز تو کی هستی؟ من زینب شنلی، دختری امکی میلیس هستم. اگر یک باری دیگر به دختری امکم دست رسونی این خیلی آروم نمیستم. امشب میبینیم. اینجاییست، در حال میبرایم. خوب شده است. خسته نباشید. رحمت؟ با فکر محافظ جناب پروکرور احمد هستید؟ بله. من کمیسر مراد هستم. بفرمایید کمیسر. پرونده گلین آغلو را من تحقیق میکنم. جناب پروکرور گلین آغلو را دستگیر کردن میخواست. گلین آغلو یک آدم گروهی مخفی جنایتی بود. شبهه دارم که آن تشکیلات نسبت جناب پروکرور یگان قصد کنند. از شما خواهش میکنم یگان کاری شبهناک شود به من زنگ زنید. خوب شد است کمیسر. برای کار خسته نباشید. رحمت. با من گوش کنید. از دخترهای عزمی دور می شوید. اما همین خیل امشب در خانه او نامزدی است. اگر یگان دیوانگی کنید هر دویتان رو پوست میکنم. امروز در اطراف ننمایید. چه خیلی که شما گوید که کنون عشقمان رو در دلمون گور میکنیم. اگم شو ملائکه‌ای بگونا گویا که این دروغ‌های تو رو من نمیفهمم. حیوانها، تو مگر رفیق کلاس نیستی حشرات؟ بله زنده است همین خیلی. اگه کنون جان یک بار به زبان مبارکت بگو زنده. اگر کلاس زنده باشد در تی خاکم بود روی سمیر تو رو پیدا میکند برادرم. من این رو به دلم افتاده بودم. هجری، این کارو نباید با من میکردی. تو را تیرباران میکنند. همشهر، هجری در کجا استقامت میکند میدونی؟ تو چی کار داری با هجری؟ با تو چی آخیر؟ میپرانم. تو با چی میپرانی؟ با تپانچه آب پرانک؟ چه شوخی بود. با انا این میپرانم. هجری، من تو رو میپرانم. با گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ هجری، کی هست این دختر؟ نمیشناسم. از ما چی میخواد این دختر؟ نمیدونم ولی نیتش خوب نیست با فکرم. تو تمام شدی هجری، میکشم تو را. هجری، گوریست که این دختر تو رو میکشد. با گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ گهواره بخش گفت. آخر این دختر رو نمیشناسم. گفتی کو هجری؟ تو به من دروغ گفتی ها؟ این دختر گهواره بخش تو بوده است کو؟ از کجا دارم سنم؟ آخران بار خورد بود دیده بودم. من این را به تو نشان میدهم. من سیرم هستم. تو به همه جواب بدی هجری. هجری، این رو از کجا یافتی تو آخر؟ من یافتم مگر مادرم و پدرم یافتن. گوره زود باش زود باش. یه هجری بچه مایه یه دختر را دزدیسته. یه چکار میکرده باشد؟ یه تایمی دیمونه یه مامده بچه من را نکشه. بچه بودم که افت بشرای خدنگ شونه دیده نمیتونم. هجری، ما حالا با مقصد نرسیده میموریم چیه؟
خیر چیکار کنیم در آخرت میبینیم جان شیرین. کنی ایستد نباشد هر دویتون را میپرونم. پدر این دختر ما رو میکشد یاری دیهد. این بچه این دیوانه رافیا جون بودم که بچه‌مونو میکشن. آی قدیر داو دخترمون رو میکشن. داو قدیر. آخر این دعایت را بکن هجری. به گهواره بخشد خیانت کرده ای. این را تنها خون تازه میکند. مرا گوش کن. هجری مرا دوست میدارد فهمیدی تو را نه. اگر به هجری هم یگان کار کنی تو را محو میکنم. تو خاموش باش جادوگر نوبتی تو هم میرسد. به خاطر این میمون تو مرا خیانت کردی. مگر میارزد کمتر پس میموری آخر. دیوانه هستی تو؟ به خاطر آنه که در طفلیمان ما را گهواره بخش کردن با تو مجبور خانه‌دار شوم. استانبول تو را ویران کرده است هجری. پروا نکن من حاضر تو را اصلاح میکنم. به هجری هم دست نرسان فهمیدی قشلاقی گهواره بخشی پس نوبت به تو هم میرسد میمون. سایرم دخترم گوش که مرا هجری هیچ گناه نداره. آخه بچه من معظمه. چخل بگناه از خاله جان به من خیانت کرده است میپرانم او رو. سایرم دختر جان آرام شو اول بفهم چی گپای بد کرده کو. دلم را شکست دیاز نیستدی. گهواره بخشم را به دیگر کس داده میپرانم او رو. چی میگوید این دیوانه؟ مگر اینجا یگان پلیس نیست؟ یاری دیه دخترم. سایرم ایرا پایان که شیطان بیراحت کرده زوده. دختر جان پایانش که آخر خاله جان این خیل میشود. تا اینجا من بهوده آمدم اگر میپرانم رو. تو کی رو میپرانی قشلاقی؟ تو رو هم میپرانم میمون. دخترم هجری گناه نداره. همش گناه همون دختره. دیوانه رو بین دخترم رو گناهگار میکند. تو اصلا و پسر خودت نگاه کن. ای دختر هجری را جادوگری کرده است. توبه استغفرالله چه خیلی جادو چه؟ وودی جادوی وودیت میکنه. خاله این رو پیشتر نگفتی آخر. قریب بود هجری رو میپراندم. هجری بخشش میپرسم ولی تو رو میپرانم میمون. تو هجری مرا چه خیلی جادو کردی جادوگر دختر ها؟ کافیست آخر کافیست. گیرید این دخترتان رو روید از اینجا دم شوید. ای قریب دخترم رو میکشتند. بس است آخر من تنها یک دختر دارم. 2 سال پیش هم از پسی پسرک قریب دختری بیچاره میمرد. گوش کن سنم دیگر با این بچه و نمیخوری دخترم. اما مادر اما نیست. کافیست آخر کافیست. زنک این بچه من دختری تر چکو میکنه؟ من تنها یک دختر دارم. هم جادو میکنین هم گپی بسیار میکنین. سرود و کلیپ های نو به نوی تاجیکی. بدو خورم چرا ندونی دیل فیگارم چرا نخونی و خارجی ویدیوهای پندامیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال تو. و سلسله فیلم های جدید با صفت بلند. این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. در بازار نرخ و چنان پایان رفته است که باور میکنید من خودم حیران شدم. پیش خدمت. من برخویم رو امروز با فروش نبرآوردم. بفرمایید. زیبایک هیچ به ما دقت نمیدی؟ بخیر است؟ زیبایک گم شوید از اینجا بستگی پا نکنم شما رو. دختر به ما نگاه دارد و واهمه دارد. یعنی دخترک ناز نکن. منیو را بیار. زود باش زیبایک. چی گپ هست اینجا؟ چی شد؟ چی گپ هست اینجا؟ آخر نمیبینی کورستی؟ این آدم ها با من هجوم کردن، تحقیر کردن. من این گاز رو استفاده بردم. این چه خیل گاز است ها؟ چی بهوده گپ زده ایستاده تو؟ مگر پلیس نیستی؟ اینها رو دستگیر کن. من شکایت میکنم از اینها. کمیسار ما شکایت داره. این دختر همه امان رو لطوکوب کرد. قریب میکشت. من این رو از خارجی آوردم. بسیار تاثیر بخش است. آن را به جای بد گذار. این گاز قلنفور است برای اتاق است. شد آخر؟
ای خدا. کمیسر مراد را تعقیب کردم. دیدم که با محافظ پروکورور که ما از پسش هستیم صحبت میکرد. پلیس میخواهد که پروکورور را محافظت کند. شاید فهمیده باشند که ما او را میبرداریم. قهرمانی که گولن آلو را کشته است شاید یک نفر باشد، ولی از پشتش عمیق قوه ایستاده است. پروکورور شاید که یکی از آنها باشد. اگر خواهیم قهرمان را پیدا کنیم باید پروکورور را به گپ درآوریم. پگاه پروکورور را میبرداریم. خب مایلش. با فکر تو کدامش است؟ کی کدامش است؟ قهرمان همون عسکری که دوست داشتنش رو کشته یا اینکه کلاس است؟ به نزدیکی میفهمیم. مهمانان عزیز، این دو جوان قدم‌های اولینشان را به خانه‌داری می‌گذارند. از انگشترین یکی به دست اینها می‌اندازیم. بسیار خوشحال هستم. مبارکشان باشد. بسم الله. تبریک میکنم. تشکر. یاد کن کلید را. مبارک باشد دخترم. خوش آمدید. یعنی چه خیلی می شود اجری؟ این دختر در خونه شما می ایستد؟ چرا این کارا میکنی آخیرا؟ ای سانا من چیکار کنم؟ یعنی جیانی مادرم است. پیش کنم او رو. این خیلی باشد تو در آن خونه نمی ایستی. فهمیدی اجری؟ چه خیلی آخیر؟ در کجا ایستم سنم؟ در کوچه ها خواب کنم؟ تو وقتی که اون دیوانه در خونه شما می ایستد هرگز با تو گپ نمیزنم اجری. هرگز. سنم آخیر ایستاد. سایرام با یگان خطایی نکنی دخترم. اگر نه او دختر هجری را میگیره با سلاح و با زوری نمیشود. مرد کاره اول باید دیلشونه به دست بیاری. پروا نکن خاله جان، من هجریم رو با آن جادوگر دختر اصلا نمیدیم. شام بخیر هجری. علیکم سلام. مرا به رقص دعوت نمی کنی؟ توبه استغفرالله. نمیشود، جایز نیستی. چه جایز نیست؟ نوبتی ما شود جایز نیست؟ ولی او گویا جایز است همین خیلی؟ التماس مرا زوری نکن. آخر دختر مگر رقص میکند؟ ای بس رو به نزد پدرم که تو رو انتظار است. اگر تو مرا به رقص دعوت نکنی من تو رو دعوت میکنم. اینجا بیا آخر. پدرم نگاه دارد. رفتیم. این کار میشوه آقای سعدی میشوه. دختر بین هجری را رقص ده بود. این کار گناه است آخر. لطفا اما آخر یعنی که نیکو نزدیکه نزدیک. مادر شما چی گفته ایستاده؟ چی خیلی نیکو خوب هستید شما؟ پدر جان دخترم سلاح در برد است؟ بله در برم است. بسیار خوب. آن رو با من نمیدهی؟ یک چیز رو میسنجم. چی؟ دخترم تو چی گفته ایستاده ای؟ پدر زود سلاح را با من بده. طاقت نمی کنم این دختر رو میکشم. با من ده آن رو. آرام شو پدر جان التماس بده آخر آن رو اید رو بده. آرام شو. میکشم آرام شو میکنم. ایست دخترم. سنم ای بای بخدایی. هجری جان مرا به رقص دعوت نمی کنی مایده چم؟ دعوت کردی مردی. با تو چی آخیره؟ از تو میپرسم مگر دفش رفت از اینجا به این هم در همه جا رو برویم میبرایی. گوش کن میمون، در اینجا مثل آدم های با مدنیت گپ زده ایستاده ایم. مرا عصبی نکن. یا خدایا اگر عصبی کنم چی میشود؟ این میمون گپ رو نمیفهمد. اینجا بیا. این چی حال است؟ یا خدایا ما رو کمک میکن. من چی کار میکنم آخیر؟ اکا آن دختر دقتی تو رو جلب نمیکند همین خیلی نه؟ این گپ را از کجا برآوردی؟ نه من هم همین خیلی فکر میکنم لیکن سوهیه میگوید. یا خدا توبه شما دیگر کار نداره. توبه بله یعنی درست میگویی. آخر تو چیکار میکنی آن دختر رو ها؟
بله. نازیه جان کمی دیگر من هم برقصم با اکام؟ البته. اکا تو منتظری چی هستی آخر؟ زینب رو برق چرا دعوت نمی کنی؟ نفهمیدم. اکا یا اینکه میخوای کمیسر مراد و ای دختر رو گیرد؟ شما چی ها گفته ایستادید؟ آن دختر میمانی ما است، عیب است. دیگه خیلی گپ نگو. اکا مرا گوش کن، من آیسته آیسته به جای میروم تا اون دختر رو برقص دعوت بکن آخر. ای برگم شمجه سر ما ویون کردی. ای بدبختو خیال میکرد که من زبایدم. من لوینتم، لوینت. تو مرا نگاه میکنی؟ چرا نگاه میکردم؟ فکری مرا برقص دعوت کردن رو داری امین خیل نه؟ تو را برقص؟ فکر نمیکنم که تو رقصیده میتوانی. با فکرم تو مرا برقص دعوت کردن میخواهی، ولی من نمیرقصم چون که تو با من زیبنده نیستی. چه خیل زیبنده نیستم. شامتون بخیر خانم زینب. شام بخیر جناب زبید. قطمیت تو نمیتی؟ اینجا مرده بوده است که رقصیده میتوانست است. چقدر خوب. من در طول حیاتم این خیل دختر سیرناز و کرشمه را ندیدم برادر. بسیار بی‌شرم است، بسیار. سلام علیکم کمیسر مراد. علیکم سلام. درباره کی گپ میزدید کمیسر مراد؟ هجری بخشش میپرسم. کمی در فکر فرو رفتم. بخیر است؟ مثل که تو مشکلی داری؟ نه خوبم من، هیچ چیزی نیست. آخر من 2 سال است که خانه‌دار شده نمیتوانم. 2 سال است که پدر و مادرم راضی میکردم. اینش کمی میکرد که باز به سرمان گهواره بخشم برآمد. آخر من با اذن خدا خانه‌دار شدن میخواهم. یعنی میخواهم کودکی زیاد داشته باشم، به دستانشون دفتر دهم پرسان شوند که پدر جایز است یا که نیست. آخر پرسند. من هم با آنها آموزانم، آنها را فرزندان خوب تربیت کردن میخواهم من. نه آخر نمیشود یگان خیلیانه. این به من روا نیست مگر. آخر من در کجا خطا کردم کمیسر مراد؟ آها هجری دلت پر شده است کو؟ این نپرس کمیسر، تنها این نیست، بسیار چیزها رو نمیدونی تو. وای بر تو باد هجری، مرا برقص دعوت نکردی. من این رو تا آخری عمرم فراموش نمیکنم. دانسته گیر. خاموش باش هجری، خاموش، دیگر گپ نزن. سلام بیا میرقصیم آخر. هجری جان گهواره بخشی زیبای من بر وقتتر به خونه میروم. باز با آن جادوگر نرقصی میپرونم تو رو. تو هم به خونه دیر نکن، فهمیدی؟ شام بخیر. شام بخیر. توبه استغفرالله. هجری در حقیقت کاری تو دشوار بوده است. یعنی یک دوست داشته دردسر است. باز تو 2 تا داری. خدا یاریت کند، به خدا. نه کمیسر، من تنها یک دوست داشته دارم. او هم سنم است. من تنها سنم رو دوست می‌دارم. این هم دردسر است. به خدا نباشد خوبتر است. نه همین خیل. سرت رو گرم کردم، بخشش میپرسم کمیسر. نه هیچ گپ نیست. ما همسایه هستیم که آخر. کمیسر مراد، یک چیزی است که میخوام از شما پرسم. پرس هجری. حاضر در محله گفتن من هم شنیدم اژدها زنده بوده است، جنگاور هم زنده بوده است، باز
як қаҳрамон баромадааст мегӯянд. яъне баъзан одамон мегӯянд ки калтакелас асту. дар бораи ин шумо маълумоте доред? охир ӯ устоди ман буд. устодам зиё, устодҷони ман. яъне аз ростӣ зинда монданаш имкон дорад? комиссар мурод بخیر است؟ آخه دختری بیچاره آنجا تنها ایستاده است، چرا برق دعوت نمیکنی او رو؟ کنی؟ ای بشاد، بیا رفتیم کنی بیا. کنی جوانان برآمده برقصید. نه من نمیرقصم، بسیار خسته هستم، نمیخواهم رقصیدن. ای بس این مردک اینقدر نامردی بد هم نکن. جناب اعظمی لطفاً مجبور نکنید. معلوم است که کمیسر مراد رقصیدن نمیتواند. از شرمنده شدن میترسد. او رو به حالش گذارید. من با نفرانی که رقصیدن میتوانند میرقصم خانم. کور هستی؟ ندیدی که کمتر پیش خیلی زیبا میرقصیدن؟ تو آن را رقصیدن میگویی؟ بس کن این گپا رو کمیسر. معلوم است که رقصیدن نمیتونی آخر. با یگان کورس رفته بیاموز بعد بیا. خوب. حاضر من به تو نشان میدهم که کی خوب میرقصد. دستم رو رها کن که بد میشود. میشد از کو؟ شیرینکم دیدی؟ در 5 دقیقه همش حل کردم. حاضر میرقصیم. تو باشی دهانت رو بپوش، فهمیدی؟ خودم رو به زور داشته ایستادم، مجبورم نکن. گپ نزن، برقص. دستت رو بگیر آخر. در کجا مونم دستم رو؟ پایم رو زیر کردی. این خیل باشه دستگی پایم دور شد. این خیل؟ توپ خور آخر. توپ دادن نمیتوانی آخر. رقص رو اصلا مرد اداره میکند. کاش مردی باشد و رقص رو اداره کند. در تو این بی‌شرمی ارسی است؟ ماشاءالله تو هم بسیار شیرین هستی. در این شب از همه بدترین رقاصه ها. او با اکای زبایدم بسیار خوب رقص کرد کو. از این معلوم شد که مشکلی از طرف بچه بوده است. با خودم باور نمیکنم. با نفری رقصیده ایستادم که مرا در همه جا جستجو میکند. اگر کی بودنی مرا فهمد در او به محبس میبرد. من چیکار کرده ایستادم؟ چرا با این دختر رقصیده ایستادم؟ بخشش میپرسم. گویا من بسیار میخوام که با تو برقصم.
مرا ببخش یکتایم. به تو هرگز خیانت نمی کنم. هرگز.